دخترها هیچ وقت به صورت مستقیم نمیان به یه پسر بگن که من از تو خوشم اومده و بهت علاقه دارم، بیا با همدیگه وارد یک رابطه عاطفی بشیم. و این تصوریه که دنیای بیرون تمام تلاشش رو میکنه تو ذهن من و توی پسر فرو بکنه که ببین تو اگر بشینی یه گوشه، یه روزی یه دختری پیدا میشه که میاد تنش به تنه تو میخوره، جزوهاش میریزه رو زمین و یک دل نه صد دل بعد از اینکه با تو چش تو چش میشه عاشق تو میشه. این تصوری که سعی کردن تو ذهن ماها فرو بکنن. حالا سناریوهای دیگه ای هم وجود داره، سریال ها، فیلم ها، چیزای دیگه ای هم تو ذهن ما فرو کردن. مثلا یه چیزی که من تو بچگی یادم خودم تو ذهنم بود، سریال لاستو که میشستم میدیدم، هواپیما که سقوط میکرد یه دختر خیلی خوشگلی بود اونجا، یه پسری بود اومد مهارتاشو به این دختره نشون میداد و عاشقش میشد، یک دل نه صد دل. و من تو فکرم تصور میکنم خب یه روز قراره این اتفاق برای ما هم بیفته دیگه، یه روز یه جایی منم با یه کسی برخورد میکنم که اون بیاد عاشق من بشه و به من ابراز علاقه بکنه، منم مثلا نشون بدم چه آدم خفن و قوی و اوکی هستم و اونم یک دل نه صد دل عاشق من بشه. اما بیاد یک نگاه دقیق تر به دنیای واقعی بندازیم. چقدر احتمالش هستش که یک همچین اتفاقی برای شما بیفته که در یک شرایط قرار بگیری که یک دختری یک مشکلی، یک چالشی داشته باشه، شما بیای بهش کمک بکنی اون عاشق شما بشه، یا اینکه تو مثلا توی کلاسی هستی، حالا سریال تینیجری این رو بیشتر دارن تو ذهن شماها جا میندازن که مثلا تو توی کلاسی هستی، یه دختره هست، یه پسر خیلی عادی و ضعیف هستش، این دختره برخلاف تمام بچه‌های اون کلاس که این پسره رو هی میکوبن، نشای مسخرهش میکنن و اذیتش میکنن، این دختره باش خیلی خوش برخورده، از قضا خوشگل‌ترین دختر کلاس هم همینه و این یک دل نه صد دل عاشق این پسر ضعیف داستان ما میشه و باهاش یک رابطه عاطفی رو شروع میکنه. فیلم پورنو همتون دیدید، هر کی بگه ندیدم داره بهتون دروغ میگه. اکثر سناریوهاشون اینطوریه که یک پسری که عموما پسر خیلی ضعیفیه و اصلا پرته، همه میبیننش میگن بابا این چیه دیگه، میاد و توی این فیلم ها با زنهای رابطه جنسی برقرار میکنه که تو سطح بالا لول 1 هستن و خب حالا در نقشای مختلف تصویرسازی های مختلفی برای شما میکنن. مثلا طرف لوله کشه از اقشار پایین جامعه، طرف کارگره، پیک پیتزاییه، نمیگم این شغلا بده ها، اما میخواید قبول بکنید یا نکنید از اقشار پایین جامعه از لحاظ درآمدی و قدرتی به حساب میان. قطعا یک کسی که رئیس یک شرکت چندین نفر زیر دستش دارن کار میکنن از لحاظ بحث قدرتی از اون پسر قوی تره و همین قدرتش، نمیگم پولش، توجه داشته باش، همین قدرت اقتدارش باعث میشه که چی، جذابیتش برای زنها بیشتر بشه. اما فیلم‌های پورن میان دقیقاً این مسئله یه طور دیگه به شما نشون میدن و شما خوشتون میاد، میگی این پسره که ضعیفه، نه بر و بازویی داره، نه هیکلی داره، نه باهوشه، نه خوشتیپه، نه خوشگله، ببین داره با کی ارتباط برقرار میکنه، احساس همزاد پنداری بین تو اون شکل میگیره و برات خیلی جذابیت بیشتری پیدا میکنه اون فیلم پورن، چون تو خودتو داری میذاری جای اون پسر و میگی ببین اگه این تونسته خب منم میتونم دیگه، منم تو ذهنم لذت میبرم از این داستان. اما واقعا دنیای واقعی خیلی فرق داره، از بحث اصلی دور نشیم. دخترها قرار نیست مستقیما بیان به توی پسر ابراز علاقه بکنن، ابراز تمایل بکنن. حتی اگر این کارم بکنن من میگم اشتباهه. برای خود من خیلی پیش اومده، یعنی در طی همین 1 سال 10 ها مرتبه برای من پیش اومده که دختر خودش اومده مثلا به من پیام داده، با من صحبت کرده که آقا بیا با هم دیگه اوکی بشیم و مثلا من از تو خوشم اومد و این حرفا. آقا برای من جذابیتی نداره، چون من دوست دارم خودم کسی که ازش خوشم اومده رو جذب بکنم، کاری به ظاهر جذاب و جایگاه اجتماعیش هم ندارم و این اون نیاز درونی من رو ارضا میکنه که من تونستم اون کسی که دوست دارم رو به دست بیارم. اوکی، این برای من جذابیت بیشتری داره. حالا اگر مثلا یه آدم اوکی هم پیش بیاد ممکنه درخواست اون رو هم قبول بکنم، تستش بکنم، نمیگم همیشه مثلا پس میزنم آدم ها رو ها، ولی این برای من جذابه. اصلا اصولش هم همینه. تو دل طبیعت رو شما نگاه بکنید، چند تا حیوان هستن که مادن برن و نر رو جذب بکنن. همیشه ما تو طبیعت هم دیدیم نرا همیشه پیشگامن. پرنده نر میاد برای ماده رقص اجرا میکنه، نمایش اجرا میکنه. طاووس نره که میاد با اون پرهای زیباش قدرت و شکوهشو به رخ طاووس ماده میکشه. اون شیر نره که میره با یه شیر دیگه توی گله دیگه مبارزه میکنه، از اون گله میندازتش بیرون و ماده ها رو به دست میاره. این حقیقتیه که ما باید بپذیریم. مردها همیشه شروع کننده هستن و باید شروع کننده باشن. اگر تو این رو نمیپذیری، داری برخلاف قوانین طبیعت عمل میکنی و طبیعت با کسایی که برخلاف قوانینش عمل میکنن بسیار بد تا میکنه. پس نباید انتظار داشته باشی یک دختر مستقیما بیاد به شما ابراز علاقه بکنه.
اما دخترها تا جایی ممکن سعی میکنن به صورت غیر مستقیم به شما سیگنال هایی رو بدن که من از تو خوشم اومده. حالا این سیگنال ها چیه؟ ببینید دخترها معمولا از پسری که خوششون بیاد سعی میکنن جلوش بهترین ورژن خودشون رو نشون بدن. حتی وقتی با تو صحبت میکنه درونیش رو میخوام بهتون بگم، به خاطر هورمون هایی که تو بدن اون دختر ترشح میشه، اون هورمون عشق، اون هورمون علاقه، باعث میشه اون دختر خون تو بدنش بیشتر به جریان بیفته و همین باعث میشه صورتش قرمز بشه. میگن لپش گل انداخته، طرف خوشش اومده از فلانی. لبهاشون قرمزتر میشه، صورتشون قرمز میشه. و این برای چیه؟ برای اینکه اون زن رو در نگاه اون مرد جذابتر نشون بده. خب این یکی از چیزاییه که شما خیلی ریز میتونی متوجه بشی. اما اینکه واقعا همیشه بخواد این اتفاق بیفته، مثلا یه دختری انقدر از تو خوشش بیاد که صورتش گل بندازه و این حرفا، میتونم بگم بیشتر برای قدیم بود. الان دخترها انقدر ارتباطات مختلفی دارن که وقتی یه پسر رو میبینن انقدر اوور ریاکشن دیگه نشون نمیدن. اما سیگنال های دیگه، آقا طرف مثلا از ما خوشش اومده، ببین میاد مثلا به پیام میده، استوری هات رو تو فضای مجازی لایک میکنه، اینها سیگنال های ریزیه شما باید بگیریشون. اما به این معنا نیست که آقا اگر مثلا یه دختری اومد استوری منو لایک کرد یا بهم پیام داد دیگه تمام شد، دیگه من با این مثلا وارد ارتباط شدم و گلر زدم دیگه تمام شد. نه، حواست به این نکته باشه که اگر به خیلی سریعتر از اون چیزی که ما به شما توی دوره‌های ویژه‌مون گفتیم اقدام بکنی، اون مراحلی که بهتون گفتیم رو نادیده بگیرید، ارتباط خراب میشه. من بوده پسره بهم پیام داده، گفته دختر برا من از خودش عکس‌های نیمه برهنه میفرستاده. در این حد من اون مراحلی که شما گفتید رو نادیده گرفتم، من هم به اون عکس‌ها توجه نشون دادم و خوشم اومده و ابراز تمایل کردم و دختر دیدم فوراً سرد شده نسبت به من. این مراحلی که دارم بهتون میگم بچه‌ها مراحل زندگیه، ترتیبشون هم بر اساس قوانین طبیعت چیده شدن. یعنی هر چیزی که ما به شما تو دوره‌های ویژه‌مون به خصوص دوره مرد برتر گفتیم برخلاف قوانین طبیعت نیست و در راستای اونه و اگر شما اینها رو اجرا بکنید در تمام ابعاد زندگیتون تاثیر مثبت میذاره، چه در بعد روابط چه در بعد ارتباطات اجتماعی. حالا اگر میخواید در رابطه با دوره‌های ما اطلاعات بیشتری داشته باشید، توی کپشن آیدی پشتیبانی و لینک سایتمون رو گذاشتیم، اونجا میتونید پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. حالا اگر میخواید خیلی دقیق‌تر بدونی که این سیگنال هایی که دخترها به شما میدن و دارن به شما در واقع ابراز علاقه میکنن به صورت غیر مستقیم چیان، حتما به توصیه میکنم این ویدیو این بالا رو هم ببینید.